درود به همه شما مخلصان عزیز، همدیارای بسیار مهربان. شب همه شما بخیر باشد. روز دیگر در احاطه دوستان نشستیم و یک شعر از برادر عزیزمون اکوی نبی جان به دست من رسید و من خواهش کردم که همین خونم با صدا برای شما. نو تیار است، تازه است، برای مردم مسافر است، مردم مهاجر است، برای آنهایی که از پدر و مادر، از فرزندای خود، از جگربندای خود دور هستند و در یاد وطنی عزیز هستند، وطنی خود را یاد کردند، دوست می‌دارند. برای شما عزیزان دل. در قلب شب به سوی خدا گریه میکنم، ای هموطن به چون و چرا گریه میکنم. دوریم از محبتی دامانی مادران، بر مادرانی دست به دعا گریه میکنم. آواره و غریب چو مرغی فراریم، با یادی آن چمن به خدا گریه میکنم. عنقای خوش خبری خوش نمیدهد، در بندی غم مبتلا گریه میکنم. هر آرزو شیرین کند گر روزی ما زینب، در شامی تاری آرزوها گریه میکنم. سنگی بلا به هر کجا پیشی مسافر است، از ضربین سنگی بلا گریه میکنم. طفلانی چشم بر راه را گردیده ایم دروغ گوی، بر طفلکانی چشم به ما گریه میکنم. نبی به امیدی وصال عشق بین بخار گشت، بر عاشقانی زنده جدا گریه میکنم. بر عاشقانی زنده جدا گریه میکنم، بر طفلکانی زنده جدا گریه میکنم، بر مادرانی زنده جدا گریه میکنم. خداوند مهربان همه شما برادرای عزیز ما، خواهرای عزیز ما و آنهایی که در اینجا به نیت نیک آمدید، با امیدی که کار کنید، یک نصیبه به دست آورید، همه شما به کاراتون برار دهد و سیرپول و سیرچیز باشید و سیرپول و سیرچیز شوید و از اینجا به دیار خود و وطن خود به دست پر برگردید نزد فرزندا و مادرها و پدرای عزیز ما. همیشه سربلند و آباد و تنصیحت باشید.